سلام علیکم. سلام علیکم. ولی مهربان باشید. مهربان نان و نمک. اوه نان نمک. میرویم داخل. برادر علی. داخل میرویم. قدم شما را به تاجیکستان خوش آمدید میگوییم. تلویزیون تاجیک مخصوص داره برنامه‌های موسیقی تاجیک از آن سرفراز است که فیتاهای شما را با مردم تاجیک تقدیم می‌کنم و این خیلی خوشحال هستم که بعد از اوجا بسه اوجا بعد اوجا ما بسه استاد زن فرمایید استاد فرمایید ستار خان داخل یک دقیقه اینجا صحبت سری دستی میکنم رادیو تلویزیون و اینجا خبرنگارا Yo mostrar último. Televisão se eu quero essas vezes do quê? Microfone. Can you hear? Yo, como é que Come on, guys. Let's sell this together. آقای ستار به سرزمین تاجیکستان و دیار تاجیکستان خوش آمدید. قدوم شما برای تمام ما مردم تاجیک گرامی است و ما میدانیم که قبل از آن که شما به سرزمین تاجیکان قدم نهید صدای شما، ترانه های شما و خاندان تاجیکان راه یافته بود و در قلب هر تاجیک معوا گرفت. فکر میکنم که این دقیقه های اول بسیار پر احساس هستید، احساسات بسیار زیاد دارید در باره تأثیرات اولین خود در باره احساسات آن احساساتی که حالا شما را فرا گرفته چند سخن بگید. من خیلی خوشحال هستم که برای اولین بار اومدم اینجا در تاجیکستان و خوشحال هستم، امیدوارم که در این مدتی که اینجا هستم برای مردم تاجیک بهترین شادی ها رو بیارم و امیدوارم که همشون شاد و خوب و خرم باشن و امیدوارم که مملکتشون رو همونجوری که به دست آوردن درست بکنن و بتونن در آینده باعث سرفرازی همه مردم تاجیک باشن. آقای ستار مختصر درباره برنامه خود. برنامه‌های ما که می‌دونید از طریق BBC ما اینجا دعوت BBC اومدیم و برنامه‌های رو اونا تدارک دیدن برای
همه مردم تاجیک در تمام نقاط تاجیکستان برنامه اجرا میکنیم و خوشحال هستیم که همه تاجیک ها رو در هر جای این مملکت که هستن ملاقاتشون میکنیم. البته ما فکر میکنیم که این بازدید شما خیلی پرمحصول خواهد بود و شما مسئله های همکاری را با هنرمندان تاجیک نیز در اینجا مطرح کنید. حتما مطرح خواهیم کرد و من خوشحال میشم که اگر که بتونیم دفعه آینده که میایم اینجا خانم دودوش هم همراه ما باشه که به اتفاق ایشون با هم دیگه برنامه اجرا کنیم برای مردم. آقای ستار امشب شما رو مردم تاجیک تلویزیون می‌بینن، بعد این واقعات با مردم چی گفتن می‌خواید با مردم تاجیک؟ فقط بهشون میگم که خیلی خوشحال هستم که اومدم اینجا و براشون بخونم و امیدوارم که چند روزی که اینجا هستیم روزهای خوبی داشته باشیم به اتفاق مردم تاجیک. و شما سفر پرمحصول. اینا پیش شما اینا باید پیش شما باشه. محیدی این هواپیما من فقط باید دیدیم با هوای صحبت بکنم که بگم روزه این دیگه بهترین بود برای من از اون Isn't it nice? Yeah. I like these tastes very much. Makes me feel so pride. I'm impressed. کتاب‌های شعرشون رو فرستادن که من به خودم آوردم و به همه شما تقدیم خواهم کرد. Thank you. و آقای سعید یزدان فنا ایشون آقای بردیان ندیمی اون نفر بسیار در تلویزیون بسیار تونی اگر در کنسرت مارتا ما رو نبریم بعد جورا مخدی دیگه خیلی گم میزنیم. صحیح